دکتر محمد حسین یحیایی، اصلا بیکاری ناامنی حساب میشه؟ یکی این. دوم این که این سوال رو تکرار میکنم، هزینه های داخلی این عدم امنیت چه هزینه هایی هستن؟ ببین جناب آقای دایت، من فکر میکنم عامل مؤثر در ناامنی اجتماعی جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده است که دولت موظف است به شهروندانش مسکن، غذا و کار تأمین کند. اگر دولت این وظیفش را انجام نمی‌دهد، به معنای این است که امنیت را در جامعه برقرار نمی‌تواند بکند. بیکاری ناامنی است. ببین فیلمی که شما نشان دادید، واقعا انسان نمیدونه با چگونه به اون فیلم مثلا نگاه بکنه. ببینید در جامعه‌ای که این همه امکانات مالی داره، این همه منابع مالی داره، الان نزدیک 80 میلیارد دلار درآمد نفتی داره این کشور، کجا میره این پول؟ شما توجه به این بودجه‌ای که امسال داده شده نگاه بکنید، به این بودجه توجه بکنید، ببینید چند درصد از این بودجه به طرح‌های عمرانی میره و چند درصد از این بودجه به در جاهای مختلف دیگر خرج میشه. شورای نگهبان 100 میلیارد دلار بودجهشه، در سال هیچ گونه انتخاباتی هم در کار نیست. 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد تومان بودجه را شورای نگهبان چیکار میکنه؟ چندین 10 تا از این انجمنهای مختلف، مؤسسات و نهادهای مختلف است که بودجه عظیم از کشور را میبلعند. پس بنابراین ناامنی را در ایران جمهوری اسلامی برقرار میکند، برپا میکند. با اون فیلم پیشین هم که شما نشان دادید تحقیر انسان هاست. رژیم های استبدادی، دوستان بهش اشاره کردن، یکی از ویژگی های نظام های استبدادی این است که انسان ها را تحقیر میکنند تا انسان ها متزلزل شوند، انسان ها روانشون گیج بشه، از مسیری که دارن منحرف بشن، از پرسشگری منحرف بشن. مایه تأسف است یک فوق لیسانس با یه درجه دکترا بره دنبال یک کاری که حالا البته همه کارها مقدس است، ما نسبت به کارها بدبین نیستیم، همه انسان ها در هر شرایطی که میخوان کار میکنن قابل تقدیر است، هیچ اشکالی هم نداره که در یه شرایط خاصی یک فوق لیسانس دکترا بره این گونه کارا رو انجام بده. ولی فاجعه اینجاست که برای یک دوره دکترا چقدر خرج شده، چقدر جامعه خرج کرده تا یک دانشجو تا درجه دکترا رفته، حالا این همه بعد از این همه هزینه مجبور است که بره در کارهای کار بکند که خب یعنی بازدهی نداره. یعنی اون کاری که ایشان میخواد بره در یه رستوران انجام بده و یا در یک مؤسسه دیگری انجام بده، شاید یه انسان دیگر انجام بده، خیلی هم قابل تقدیر هست. ولی تحقیر رژیم پایان نداره. هدف از این تحقیر خرد کردن انسان هاست، بازی با شخصیت انسان هاست. ببینید من یه جمله خدمتتون بگم، در جامعه ای که رهبرش برگرده بگه که آتش به اختیار، ببینید مدتی قبل آقای خامنه‌ای گفت در یه سخنرانی گفت آتش به اختیار، یعنی تهدید مردم، تهدید انسانها، تهدید شهروندان. وقتی که شهروندان یک کشور از سوی رهبر تهدید میشه، در اون جامعه دیگه شما صحبت از امنیت نمیتونید بکنید. و یا رهبر مسئول قوه قضاییش، دادستانش، قاضیش میاد انسانها را تهدید میکنن. ببین در یه همچین جامعه صحبت از امنیت دیگه نمیشه به زبان آورد. آره آنچه شما بهش اشاره کردید، بیکاری
خیلی خیلی رابطه نزدیکی با امنیت داره. کسی که بیکار باشد احساس امنیت نمی کند. ببینید نزدیک به 85 تا 90% از کارگرانی که امروز مشغول به کار هستند در ایران دارای قراردادهای سفیدند. قرارداد سفید یعنی هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. فردا در هر شرایط کارفرما حق دارد که آنها را از محل کارشون دور بکنند. پس بنابراین آنچه در ایران در شرایط کنونی در ایران عامل مهم در ناامنی اجتماعی است، رژیم جمهوری اسلامی است. بسیار ممنون. 5 دقیقه وقت تموم شد. من امیدوارم که بتونیم در سوال بعدی هزینه رو از شما بگیرم که چه هزینه هایی خواهد داشت. آقای بختیار، شما چه ارزیابی دارید از هزینه هایی که این ترس و ناامنی در داخل به ملت وارد میکنه؟ چه هزینه هایی وارد میکنه؟ بله، اصولا در یک کشور استبدادی همیشه افراد سفله پرور این استبداد و تمرکز، افراد سخیف و سفله رو باید بپرورونه و افراد شایسته و نخبه رو باید که منزوی کنه و از بین ببره. یکی از کارهایی که دولت مرکزی همیشه انجام داده نخبه کشی بوده و در طول این 100 سال گذشته ما شاهد بودیم که دولت نخبه کشی میکرده. تمام این مسائلی که اینجا عنوان شد اینها همه معلول هستند. باید که ریشه یابی کنیم و علتها رو پیدا کنیم تا بتونیم اینها رو علت اصلی رو پیدا کنیم تا به این معلول‌ها رو بتونیم از بین ببریم. علتها اون ستم ملی که در طول این 96 سال گذشته در ایران وجود داشته عامل اصلی کلیه ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی، رفتاری، اقتصادی، اجتماعی که در ایران هست ریشش در اون ستم ملیه. شما هر معضلی رو که الان دست روش بذارین من به شما ثابت میکنم که این ریشه در ستم ملی بود. چرا تهران انفجار جمعیت داره و تهران 2.5 میلیون شده 16 میلیون؟ به خاطر اینکه نقاط مناطق ملی به مورد تحریم قرار گرفتن. ما در روستاهای خودمون در لرستان، آذربایجان، بلوچستان، کردستان بهداشت نداشتیم، مدرسه نداشتیم، جاده نداشتیم، هیچی نداشتیم. ما مهاجرت داخلی کردیم، آمدیم به طرف تهران. یعنی یک مایگریشن داخلی شد، اینترنال مایگریشن به قول امریکایی. ما پناهنده شدیم در کشور خودمون. در داخل کشور خودمون ما از لرستان پناهنده شدیم به اصفهان و اهواز و شیراز. اصفهان خب تهران شد 16 میلیون، اصفهان شد نمیدونم 8 میلیون، تبریز شد نمیدونم 7-8 میلیون و تمام بقیه ایران تخلیه شد. و اینها همه مقولات اجتماعی، اینها همه زنجیروار رابطه داره، رابطه تنگ با تنگ با هم داره. اینا همه ریشه در اون استبداد مرکزی داره، چون که ساختار سیاسی مملکت منطبق بر ساختار اجتماعی نیست و این معضلیه که در کشورهای جهان سوم، کشورهای عقب مانده خاورمیانه در همه جا وجود داره، به خاطر اینکه ما دارای تنوع ملی زیادی هستیم و کشور کثیرالزبان، کثیرالفرهنگ، کثیرالمله نمیتونه با یک استبدادی به سر ببره. خب نتیجهش همین حقارت‌ها، توهین‌ها، تحقیرها. ما هیچی نداشتیم در لرستان، رادیو نداریم، تلویزیون
نداشتیم، نمیدونم اصلا برق نداشتیم. در اون موقع که در تهران اینا 60 تا سینما داشتن ما برق نداشتیم. خب ببینید این چه عواملی انجام شده که ما اینقدر عقب نگه داشته شدیم. برای پیدا کردن کارم آمدیم به شهرها، حاشیه نشین شدیم، در حلبی آبادها مورد تحقیق قرار گرفتیم و به کارهای پس واداشته شده و تمام راه حل اساسیش اینه که مهاجرت منفی صورت بگیره، یعنی مجددا اینها همه برگردن به مناطقشون، ایجاد اشتغال بشه در اون مناطق، سرمایه گذاری بشه، منابع ما رو استعمار داخلی عین استعمار خارجی از مناطق ما خارج میکنه. منابع ما، منابع زیرزمینی ما باید درون مناطق ما بمونه تا سرمایه گذاری بشه، ایجاد اشتغال بشه. من نمیدونم اگه این شغل مسافرکشی هم نبود این ملیت های بدبخت توی شهرها چیکار میکرد؟ اصلا ریشه همه اینها در اون اینا همه پیامدهای منفی اون تبعیض و اون نژاد پرستی و اون ستم ملی که در ایران در این دوره یکسانسازی و آسیمیلاسیون صورت گرفته. بسیار ممنونم. دقیقاً سر وقت تموم کردید. جناب بلودی، آقای بختیار انگشت روی پناهندگی داخلی گذاشتن. این اصطلاح رو من برای اولین بار شنیدم و بسیار گویاست برای من. یعنی جزو اون فرهنگ سیاسی باید ما باشه، مللی که هستیم، ملل تحت ستم، باید از این واژه به نظر من بسیار استفاده بکنیم. حالا ما متوجه هستیم که مناطق پیرامون یا حاشیه، یعنی اونجایی که فارسیستان نیست، لرستان، بلوچستان، عربستان، آذربایجانستان، ترکمنستان و هر جایی که انگشت بذاریم با عقب نگه داشته شدگی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده از طرف مرکز روبرو هستیم. آیا این از ناامنی که در ذهنیت مسئولین مملکت وجود داره نشأت گرفته یا واقعا در حاشیه ناامنی وجود داره؟ عرض اشاره کردن این مسئله سیاست کلی دولتی هستش. حالا ما مثلا در رابطه بلوچستان این مسئله مهاجرت مردم بلوچ وقتی که رضا شاه لشکریانش بلوچستان آمدن، تقریبا اون چیزی که امروز مکرانه، نصف جمعیتش مجبور به مهاجرت شدن به شهرهای، به کراچی، به پاکستان و همینطور به کشورهای خلیج. مثلا شما شهری مثل کراچی برین اونجا، یکی از شهرهایی که بیشترین جمعیت مهاجرنشین از ایران رو داره، از بلوچستان رو داره، در حالی که بلوچهای پاکستان به کراچی مهاجرت نکردن. این بیشتر به دلیل این بوده که رفتار حکومت رضا شاه بوده. این وقتی که حمله که بلوچستان کرد، تقریبا میتوان گفت که نصف جمعیت بلوچستان از زمان قاجار تا حکومت رضا شاه مجبور به مهاجرت شدن و این کافی نبود. یعنی بعداً هم آقای هویدا به عنوان نخست وزیر ایران اعلام کردند که ما باید بلوچ‌ها رو از سرزمینی که زندگی میکنن به دلیل اینکه منطقه سوغلجشی و استراتژیک هستش باید از اونجا بیرون بکنیم، ضرورتی نداره بلوچ‌ها اونجا زندگی بکنن. ولی خب شاه نتوانست این طرحش رو اجرا بکنه، سرنگون شد و همینطور خلعتبری وزیر امور خارجه ایران در یک سخنرانی در سنتو اونجا گفته بود که ما بلوچ‌ها یک روز استقلال خودشون رو میگیرن، پس باید ما بلوچ‌ها رو از لحاظ سیاسی عقب افتاده، از لحاظ اقتصادی عقب افتاده و از لحاظ فرهنگی هم عقب افتاده نگه داریم و بینشون اتحاد هم به وجود نیاد. این سیاست کلی ایران بوده و از قبل هم بوده، تا هنوز هم هستش. و امروز حکومت روحانی، آقای ترکان مسئول نمیدونم وظایف سنگین اینا اعلام کردن که ما کلمه آمایش جمعیتی رو استفاده میکنن که میخوان 2 میلیون جمعیت به منطقه مثل چابهار تا جاسک تا میناب تا منطقه گوات که اسم گذاشتن پسابندر بیارن و اینا هم گفتن فقط ارتشیا هستن، چون قبلا از زمان قاجار تا زمان رضا شاه مثلا شهرهای مثل بم در کتاب‌های قدیمی مثلا بزرگترین شهرهای بلوچستان بودن، بیشتر ارتشیا رو اونجا آوردن و خب اونجا کار دادن، بعدم خیلی موندن و میخوان تغییر جمعیت به وجود بیارن در بلوچستان. حالا که دیدن مثلا نمیشه، حالا به هر حال همین مردم بیرون کرد، میخوان تغییر جمعیتی به وجود بیارن و خود بلوچستان در حالی که مثلا 70% مردم زیر فقر زندگی میکنن، بیکاری شاید بالای 50 تا 60%، در این شرایط میگن بلوچستان امکان جذب و امکان دادن امکانات به حدود 2 میلیون جمعیت دیگر رو داره
خب چرا همون مردمی که اونجا زندگی میکنن این کارو پیدا نکنن؟ اینی که دولت ایران به اشکال مختلفی برای مردم ناامنی ایجاد میکنه. اون ناامنی بیکاری و سرکوبا و تغییر جمعیت رو میاره، میخواد هویت رو از بین ببره. همه اینا شرایطی رو به وجود آورده که ایران اساساً احساس امنیتی برای مردم نیستش و همینطور احساس امنیتی برای دولت نیستش. ولی مشکلات اساسی که ما امروز باید برای مردم ایران با صحبتشو بکنیم این هستش که ما باید راه حل مناسبی برای این جامعه پیدا کنیم. همونطور که قبلا دوستان اینجا اشاره کردن، ایران باید به یک شکلی تغییر بکنه که متناسب و خودش رو به اصطلاح چیزی که به انگلیسی میگن اداپت، یعنی خودش رو تطبیق بده به جامعه‌ای که در ایران وجود داره. یک کشوری باشه، یک کشور دموکراتیک و یک کشوری غیر متمرکز، حالا به نظر ما یک کشور فدرالیست، چون فدرالیسم دموکراسی تنها به تنهایی خودش کافی نیست. مثلا وقتی ما میگیم آلمان یک مجلس سنا داره، آمریکا یک مجلس سنا داره، هند یک مجلس سنا داره، یعنی باید تو رپرزنتاتیو داشته باشه. حالا نمایندگی مجلس منظور من نیست، یعنی به اون شکلی باشه که مردم بلوچ رپرزنتاتیو داشته باشند، نه تنها به شکل مثلا یک شورای مجلس معمولی، بلکه در سنا و در جایی باشند که در قدرت نمایندگی داشته باشند. یعنی رپرزنتاتیو بودن در یک دموکراسی اون با معنی پیدا میکنه، وگرنه دموکراسی بدون خود به اصطلاح ایجاد یک سیستم رپرزنتاتیو فدرالیست که به اصطلاح بتونه مسائل منطقه‌ای رو حل بکنه و احساس امنیت به وجود بیاره و خود مختاری درونی به مناطق بده، در ایران ایجاد امنیت به وجود نمیاره و این مشکلات رو که ما امروز در ایران میبینیم اینا رو بیشتر میکنه و تضادها رو بیشتر میکنه و همیشه در یک حالت ناامنی میتونه زندگی بکنه مردم در ایران. این شرایط رو تغییر دادنش خب مسلماً باید یک همگرایی وسیع بین گروه‌های اپوزیسیون، گروه‌های اجتماعی باشه و کسی در جهت حذف دیگری حرکت نکنه، چون همه میدونیم با این حال که مثلا حکومت رضا شاه و یا حکومت پهلوی رفته یک تعداد طرفدار داره و به همون شکل اگه حکومت آخونده هم در ایران از بین بره مسلماً یک سری طرفدار داره. ولی همه اینا باید به این درک برسیم ما که نباید از خشونت بر هم دیگه استفاده بکنیم. در یک جامعه دموکراتیکی بر اساس نمایندگی، اون چیزی که بر اساس ترم سیاسی انگلیسی میگن رپرزنتیشن، جامعه مناسبی درست بکنیم که همه مردمی که در ایران زندگی میکنن به شکل کمیونیتی، به شکل ملی، به شکل گروه‌های زبانی، گروه‌های مذهبی احساس امنیت کنن. برای مثال بگم، مثلا در همین چند ماه گذشته در زاهدان یکی از این اقلیت‌های دینی رو، حالا ما خب بلوچ اقلیت مذهبی هستیم در ایران، که دکانشو پلم کرده بودن که بیشتر اینو برای بهایی انجام میدن. اون با 2 تا بچه خردسال داشت، به خاطر اینکه نمیتونست خرج خانواده‌شو بده خودشو از بالای خونه انداخته بود و خودکشی کرده بود. در جامعه‌ای که مثلا یکی از دوستان بلوچ در زاهدان نوشته بود این اتفاق در شهری افتاده که مفتخرن که در اینجا هزاران حافظ قرآن هستش. حالا از این حافظای قرآن باید پرسید که شما در اونجا این همه دعا میکنید، این همه قرآن میخوانید و در اونجا یک فرد به خاطر اینکه مذهبش مذهب دیگه است امنیت نداره، این چگونه جامعه هستش؟ ما چگونه امنیتی در این کشور درست کردیم که یک کسی نتونه خانواده 2 تا بچه‌شو و زنشو براش امنیت غذایی ایجاد بکنه؟ بسیار متشکرم، شما از وقتتون، وقتی که مونده بود استفاده کردید. جناب اسفندیار خلف، من حالا یه مقدار در مورد هزینه هایی که ترس و ناامنی در جامعه ایجاد کرده صحبت شد. دوستان هر کدوم به بخش هاش اشاره کردن و تلاش کردن به راه حل ها هم برسن، ولی راه حل ها سوال بعدی خواهد بود. اما الان این مهم هستش که بفهمیم این ناامنی که ایران در خاورمیانه، در کشورهای همسایه ایجاد کرده، اون ترسی که همسایه ها از ایران دارن، اون ترسی که در صحنه بین المللی از ایران وجود داره، بمب اتم هست، تروریسم هست، دخالت ها در دیگر کشورها هست، انفجار بمب هست، اینها همش اون ترسی که کشورهای خارجی از ایران دارن. این ترس بین المللی از ایران چه هزینه هایی رو بر ایرانیان، اونهایی که در ایران، مللی که در ایران زندگی میکنن تحمیل میکنه؟ مردم چه قیمتی پرداخت میکنن برای این زندگی که ایران و رژیم به کشورهای خارجی این ناامنی رو منتقل کرده؟ اجازه بده از اون 1 دقیقه استفاده کنم طی صحبته آقای بختیار اینو اضافه کنم که تأثیر دولت یا استبداد مرکزی بر توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران در این 100 سال اخیر
عظیمه، خیلی از اینا بیشتره، واسه که حتی اون انقلاب سفید شاه یا اصلاحات ارضی که میتونست کمکی کنه به دهقانا، ولی اینقدر بد اجرا شد یا ناموفق بود یا مشکلات دیگه بهش اضافه شد که شد اون حلبی آبادها مهاجرت از اونجا زیادتر میشه، مناطق به شهرهای بزرگ، کار در ساختمان ها و حتی اونایی که وام 3000 تومانی هم گرفته بودن از اداره کشاورزی یا بانک کشاورزی، اونا رفتن حرم مطهر امام رضا و شاه چراغ و اینا بدهکار هم شدن و هیچی. اون تهمونده اقتصاد کشاورزی هم که بود داغون شد، نتیجه هم دیدیم. ولی برگردیم به سوال اصلی، هزینه بسیار سنگینی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به مردم ایران تحمیل شده از روز ورود جمهوری اسلامی به ایران، از این دیدگاه ولایت فقیه و صدور انقلاب اسلامی. حتی قبل از اینکه بیلانش در ایران روشن بشه یا انقلاب اسلامی در این 39 سال در ایران دارای دستاوردی بوده و این دستاورد آیا مثبت بوده یا منفی. از نظر اقتصادی الان دوستان صحبت کردن، بیکاری، از نظر امنیتی، حالا از نظر منطقه‌ای نگاه کنیم، نه تنها هزینه‌های انسانی چقدر کشته میشه و شدن و هزینه‌های اقتصادیش و حتی امنیت سیاسی منطقه‌ای که امروز رو دست جمهوری اسلامی مونده. همین کسانی که طرفدار حلال شیعه بودن چطوری این جنگ‌های نیابتی همین امروز که داریم صحبت میکنیم جمهوری اسلامی داره پای میز مذاکره میاد به خاطر فشاری که آمریکا و اروپا بهش داره میاره. اگر نتونه اون موشک‌های بالستیک و جنگ‌های نیابتی رو عقب نشینی کنه یا به زبان عامیانه بگم اون جام زر چندمو ننوشه، تضعیف نشه، منطقه را ترک نکنه، حتی حفظ برجام از طرف آمریکا و اروپا زیر سواله. خود جمهوری اسلامی آیندهش زیر سواله. چرا؟ چون که مثل اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان اگر شکست بخوره و نیروهاشو بکشه تو، از اونجا نشون میده که این شکست ایدئولوژیک خورده، بخصوص در زمینه منطقه‌ای به صدور انقلاب. این باعث تضعیف رژیم میشه و نیروهای اپوزیسیون گوناگون میتونن اینو در داخل از این حالت رو گذار کنن. این یکی از سوالات اصلی است که امروز جمهوری اسلامی باش درگیره، چه از دیدگاه سنی‌های منطقه و چه از لحاظ بگم آمریکا و اروپا، غرب در کل. یکی از سوالا امروز اینه که چگونه اینو تحریم‌های بیشتر ولی آقای یحیایی تحریم‌های نفتی بگم، یعنی باز هزینه فروش نفتش و درآمد نفتش رو بکشن پایین‌تر و بحران‌های اجتماعی که برمیگرده به سوال اول بیکاری مطرح کردین بیشتر میشه و رژیم از نظر داخلی زیر فشارهای گوناگون قرار خواهد گرفت. این برنامه روز اگر نگاه کنین، سکوت آقای ظریف، سکوت خود قاسم سلیمانی، دو تا، یکی به عنوان وزیر امور خارجه و یکی به عنوان اون بگم فرمانده نیروهای قدس که شکل بازوی نظامی سپاه پاسداران هست در منطقه، اینا امروز دارن آیا پای میز مذاکره بیایند یا نیایند. چون اگه نیایند مشکل تحریم‌های گوناگون اروپا و آمریکا به خصوص بیشتر خواهد شد. اگه بیایند نتیجه این عقب نشینی، این جام زهر چه خواهد شد؟ این سوالی است که در روزها، در 100 روز آینده بگم، به خاطر که اون 120 روز رو تعیین کرده بودن ترامپ، مشخص خواهد شد رژیم جمهوری اسلامی رفتارش در منطقه و در جهان. بسیار ممنون و متشکرم که سر وقت تموم کردید، حتی با اون یک دقیقه. آقای یحیایی، اگر بخواهیم یک آمار
از میزان، یعنی آمار مالی پولی قابل لمس برای مردم بدیم، آیا شما آماری دارید یا میتونید آمار تخمینی ارائه بدید که ضرری که الان به خاطر ترس و احساس ناامنی از طرف ایران در دنیا و کشورهای عربی، ترکیه، آذربایجان، جاهای مختلفی که هست و با ایران رابطه دارن ولی میترسن، یعنی ایران احساس ناامنی کرده، بمب اتم، تروریسم، گروه‌های افراطی، اینها چیزایی که ایران صادر میکنه، امنیت اینها رو، چقدر هزینه برای ایران از نظر مالی داره یا داشته؟ ببین آقای هدایت، ما یک اقتصاد امنیتی داریم، یک امنیت اقتصادی داریم. یعنی دو واژه‌ای هستن که البته هر دو به هم نزدیکن ولی معناهای متفاوتی دارن. ببینید، اقتصاد امنیتی آن است که جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست، یعنی برای حفظ خودش، برای منافع خودش، چه در درون چه در خارج از ایران دنبال میکنن. فرض بکنید من آذربایجانی، خب در رابطه با آذربایجان بسیار دستم بازتر است که غیر از آمار چیزای دیگر رو بیان بکنه وسیله اجتماعی. فرض کن یکی از اون اقتصادی که دنبال میکنه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آذربایجان این است که بتواند منابع آذربایجان را در جاهایی بکشد و سرمایه گذاری بکند که امنیت خودش رو تأمین بکند، امنیت وجودی خودش رو تأمین بکند. فرض کن نیروهای زبده، نیروهای خبره آذربایجان را که آذربایجانی پرداخت میکند و اونها در دانشگاه ها تحصیل میکنن بکشه به مناطقی که دلخواه خودش است. خب همین به دنبال آن سرمایه آذربایجان را جذب در مناطق دیگر بکند غیر از نیروهای انسانیش، یا منابعش رو ببرد. همه اینها قابل دیدن هست، قابل رؤیت هست، مشاهده می شود که در آذربایجان چه می گذرد. به این دلیل هم است که خب ما هر روزه بر تعداد بیکاران، چه در زنجان که فیلمش هم نشان داده شد که چقدر افزایش بیکاری در جامعه است، این که در ایران اقتصادی را که به اصطلاح امنیتی را که داره در رابطه با اقتصاد پیش میبرد به اصطلاح اقتصاد امنیتی است که رژیم جمهوری اسلامی هم از آن استفاده کامل میبرد و میخواهد از آن استفاده بکند. ولی آنچه در خارج از ایران به کار میبرد، ببینید یکی از ویژگی های این رژیم های استبدادی این است که آمار مشخصی را بیان نمی کنند، ارائه نمی دهند که فرض کن برای نگهداری از نیروهای نظامی ایران در سوریه چقدر خرج میشه، چقدر هزینه میشه. ولی آنچه مشخص است حداقل در چند سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار در سوریه خرج شده. این از منابع مختلف میشه دید و یا درآورد. و یا فرض بکنید موشک‌هایی که حالا هرچند خودش ادعا میکند که من موشکی به یمن نمیدهم، ولی واقعیت امر این است که بالاخره حمایت میکند از حوثی‌های یمن و یا در مناطق دیگر. یکی از ویژگی‌های این گونه رژیم‌ها، مخصوصا رژیمی که بر اساس ایدئولوژی شیعه‌گری شکل گرفته باشد، این است که خارج از مرزهای ایران سرمایه‌گذاری میکند برای حفظ موقعیت خودش، حتی در اون مناطق ناامنی را ایجاد میکند و ادعاش هم بر این است که من این ناامنی را در مناطق دیگر به وجود میآورم تا امنیت داخلی خودم حفظ بکنم. به دفعات مقامات سیاسی و مقامات نظامی گفتن که اگر ما در فرض بکنید در سوریه عمل انجام ندیم، عملیات نظامی انجام ندهیم، مجبوریم در داخل کشور عملیات نظامی انجام بدهیم. که این حادثه هم که اخیراً خود سپاه هم در منطقه کردستان انجام داد و خیلی هم جالب بود که گفت که تعدادی از داعشی ها وارد کشور شدن. داعشی که دیگه در کار نیست، حالا چگونه وارد کشور شده اونم یه داستان دیگره. از همه مناطق به اصطلاح رفته و به ایران وارد شده، اینم خودش داستان دیگری است که میسازن. به هر حال آنچه در خارج از مرزهای ایران انجام میدهد ظلم به جامعه ایران است، ظلم به این بیکارهاست، ظلم به اونهایی است که شما در این فیلم ها نشان دادید و ناامنی رو در داخل کشور گسترش خواهد داد. ببینید امنیت
یکی از ویژگی های امنیت، ایجاد امنیت این است که جامعه در رفاه و آرامش باشد، در صلح باشد. وقتی شما منابع مالی را در جاهای دیگر خرج میکنید و یا میرید کشتی طلایی میسازید، کشتی طلایی ساختن کجا؟ و مردم در کرمانشاه فرض بکنید که از سرما تو زلزله زده ها تعدادی از کودکان در سرمای کرمانشاه یخ بزنن و از سرما کشته بشوند. ببینید این ناامنی است. شما وقتی بحثی را در رابطه با امنیت بحث میکنید و صحبت را باز میکنید، میخوام خدمتتون بگم که آنچه ناامنی را در جامعه ایران چه در سیاست داخلیش چه در سیاست خارجیش پیش میبرد رژیم جمهوری اسلامی ایران است که برای حفظ خودش حاضر است هر کاری بکند و این را هم آقای خمینی اون موقع گفت که برای حفظ نظام میتوان مساجد را هم خراب کرد. بسیار ممنون. پس بله. جناب فرامرز بختیار، حالا با این گفتاری که دوستان داشتن و مشاهده میکنیم واقعیت‌های بین‌المللی و داخلی رو، ناامنی که ایران در داخل و در خارج ایجاد کرده باعث بدبختی و بیکاری و فقر و فلاکت و گرانی در داخل شد. اینا هزینه هایی است که ما میپردازیم. روغن نبات به جای اینکه روغن بخورن روغن ناپال میخورن، چی نمیدونم، حالا اسمش هم واقعا سخته. هیچ چیزی امنیت نداره. حالا چطور میتوان، سوال این هست، چطور میتوان بر ناامنی در ایران فائق آمد؟ بله، خب این حکومت در طول این 40 سال گذشته، خب 40 سال وقت کمی نیست برای یک حکومت که بتواند یک پیشرفت هایی رو در کشور ایجاد بکنه، اما جمهوری اسلامی نتوانست در طول این 40 سال گذشته و عملا شکست خورد در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی شکست خورد و اخیراً هم این سردمداران رژیم به نوعی اینها اعتراف کردند که ما به بنبست رسیدیم، شکست خوردیم و به همین خاطر اینها بهتر است که یک دشمن خارجی رو داشته باشن، یک بحران ایجاد بکنن که بتوانند داخل رو ساکت کنن و سرکوب کنن. یکی از ترفندهایی است که اینها انجام میدن، در گذشته هم انجام دادن و یک بزرگنمایی های کاذبی از خودشون میکنن که در داخل اینطور وانمود بکنن که آقا ساکت باشید، ما با آمریکا در افتادیم، در صورتی که اینها حتی توان این که نان خود را هم تامین کنن ندارن. اگه اون کشتی‌هایی که سال 11 میلیون تن گندم وارد ایران میکنه که بیشترش هم از همون آمریکا و اروپا میره نرسه به بندر، اینها همه از گرسنگی تلف خواهند شد. این بزرگنمایی ها کاذبه که اینها عنوان میکنه و اقتصاد هم ندارن. یک دولت نفت فروشی در سر کار یه نفتی میفروشه و وارداتش هم به اندازه یک تمام مواد غذایی، یک کشوری که 1,800,000 کیلومتر مربع وسعت داره میره از یک کشور کوچک اروپایی که 1/5 وسعت ایرانو داره مثل آلمان یا حتی هلند و سوئیس، از اینجاها گندم و نمیدونم گوشت و مواد غذایی وارد میکنه. خب این چه ننگی بالاتر، چه شکستی از این بالاتر؟ اصلا اقتصادی ندارن اینها و کشور به صورت دامپینگ شده، یه مقدار واردات میکنن و این واردات هم دست خود این حاج آقای بازاره و اگر یه نفرم غیر از اونا یه چیزی وارد کنه اونو به جرم قاچاقچی میگیرن و اونو نابودش میکنن، ولی خودشون
هزاران تن وارد میکنن. فرض بفرمایید هزاران تن شکر حاج آقا وارد میکنه، ولی اگه یه نفر یه چند کیلو شکری از مرز وارد کنه اونو با جرم قاچاقچی میگیره. اصولا اقتصاد و اینها انحصاری کردن. از همون اول روی کار آمدن رضا شاه همه چی انحصاری شد. شما اگه یادتون باشه رو پاکت سیگارام و قدیما نوشته بودن انحصار دخانیات، یعنی همون چند تا صنعت کوچکی هم که داشتیم، دخانیات و توتون و چه، اونها همه در اختیار دولت قرار گرفت. یعنی مردم هیچ مالکیتی بر هیچی ندارن، همه چی انحصاریه و یک دولت تمامیت خواه و انحصار طلبی اقلیتی در اون بالا قرار گرفته و مشغول غارت مملکت هستن. اصلا حکومت داری نمیکنن. اینها معتقدن که ما اینجا این کشور رو فتحش کردیم و اینها غنایم جنگیه و به زعم خودشون هم کار درستی دارن میکنن و دارن میبرن غنایم جنگی مال اونا طبق قوانین خودشون. اینها همه درسته. ماهایی که اطلاع نداریم از قوانین اونها اینطور فکر میکنیم که اینها همه غلط. از دید خود اونها اینها همه رواست و مباهه و درسته. این است که اینها باعث شده که الان یک تشنجی در منطقه ایجاد بکنن و باید که اپوزیسیون زودتر یک آلترناتیو قدرتمند ایجاد بکنه. من به عنوان راه حل برای اینکه نجات بدیم ایرانو، یک آلترناتیو قدرتمند و سراسری از کلیه ملیت‌ها ایجاد بشه که بتونه این آلترناتیو در صحنه سیاسی خودشو مورد شناسایی قرار بده و قبل از اینکه اونها بخوان ایران رو ویران کنن بتونه گذاری داشته باشه از جمهوری اسلامی و اجازه نده که خلأ قدرت ایجاد بشه و به بازسازی مملکت پرداخته بشه. متشکرم. جناب بولیده‌ای، شما در سازمان ملل هم مسئول UNDPO هستید. در نتیجه احتمالاً با برنامه‌هایی که اونجا جمهوری اسلامی میاد به شماها، به فعالان ملل جواب میده، یه مقداری با سیاست‌های داخلی ایران آشناتر هستید. حالا حداقل در صحبت‌هاشون یه حرفایی میزنن. آیا دولت و نظام در ایران در داخل مترصد و آماده هستش که بر این ناامنی‌های فکری، روانی، اجتماعی در صحنه‌های داخلی و در صحنه بین‌المللی غلبه بکنه و حلش بکنه، به امنیت برگردونه این رو، چه در صحنه بین‌المللی یا در صحنه اصلا اراده‌ای برای ایجاد امنیت فکری وجود داره در صحنه داخلی و بین‌المللی؟ دولت ایران، خب من در چند تا جلسه خودم شخصا حضور داشتم که سفیرای ایران و یا نماینده‌های ایران در رابطه با این موضوعات صحبت کردن، چه در پارلمان اروپا و یا در سازمان ملل. میدونید وقتی که کسی که نمایندگی آخوند رو میکنه اون راحت میتونه دروغ بگه و براش اساسا مهمم نیست. همین چند روز قبل نمیدونم این آقای خاتمی بود یا علالمرهدا بود، در همین جمعه گفت حاکم عادل، حاکم علی. حالا من نمیدونم علی چه اندازه عادل بوده یا نبوده، چون به هر حال همزمان با من نیست، ولی اینو میدونم که آقای خامنه‌ای عادل نیست. و اینا وقتی که در رابطه با ایران صحبت میکنن، یعنی واقعیتش اینه که من از یکی از این در پارلمان سوئیس یک دفعه هم قبل از اون که به اصطلاح بعد از خود نماینده ایران اونجا رفته بودم، یکی از این نماینده‌های مجلس سوئیس به من گفت که این آقایی که از طرف ایران آمده بود، سفیر ایران به اصطلاح اونجا صحبت میکرد، این جامعه ایران و جامعه سوئیس رو با هم دیگه مقایسه میکرد و در مورد به مورد میگفت، این آقا میگفت که ایران از سوئیس بهتره. حالا این آدم فکر بکنه که سوئیس، من خودم به عنوان این که علاقمند به فدرالیسم بودم و یک شاگرد فدرالیسم بودم و طرفدار این هستم که ایران یک کشور فدرال بشه، فدرالیسم سوئیس رو مطالعه کردم و هم از طرف دانشگاهی در سوئیس هم چند روزی اونجا بودم و فقط این که به اصطلاح سوئیس فدرالیسمش از سطح پایین تا سطح بالا چگونه کار میکنه و چگونه تقسیم قدرت کردم. به نظر من سوئیس یک کشوریه که یکی از افتخارات انسانیه، سیستم فدرالش. حالا خب در هر جامعه مشکلات اساسی دیگه است، ولی خب یکی از بهترین کشور است. ولی اون آقا میگفت که این نماینده دولت ایران میگفت ایران در هر زمینه از سوئیس هم بهتره.
اینه که اینا خب این صحبت ها رو انجام میدن. من خودم چند دفعه به اصطلاح یه سری جوابای 1 دقیقه 2 دقیقه گذاشتن آدم انجام بده که اونجا خب همین موضوع رو آدم مطرح کرده. وقتی که رژیم جمهوری اسلامی ایران اروپا رو به شکل قانع کرده که ایران یک امنیتی درست کرده، همونطور که زمان پهلوی رژیم شاه این احساس رو به وجود می آورد، که خب ما اونجا میگیم که بودن امنیت به اصطلاح مشابه بودن عدالت یا آزادی نیست و این عدالت و آزادی وقتی نباشه، وقتی که در جامعه فقر به وجود بیاد، وقتی که در جامعه همونطور که یک از دوستان گفت، میکائیلی گفته که وقتی به تنفر تبدیل شد، کسی نمیدونه چه زمانی جامعه تغییر میاد. مثلا شرایطی که انقلاب فرانسه رو به وجود آورد، شرایطی که در ایران به اصطلاح سبب سرنگونی رژیم پهلوی شد، همه اینا رو شرایط همیشه در هر جامعه به اشکال مختلفی هستش، ولی وقتی که این نمیتونه مسائل رو حل بکنه، مسلماً مردم عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل‌ها در شرایط متفاوتی به اشکال متفاوتی خواهد بود، ولی دولت ایران این موضوع رو مطرح میکنه که ایران یک کشور امنی هستش و میتونه به اصطلاح در مسائل دیگر، همونطوری که اینجا اشاره شد، ایران در واقع با دخالت کردن در کشورهای مثل لبنان، یمن، سوریه، عراق خودش رو بخشی از مذاکرات میکنه. این در حالی هستش که همه اینا برای ایران، برای جامعه ایران، برای اقتصاد ایران مشکلات ایجاد میکنه، چون دقیقاً ایران یک کشور غنی از لحاظ اقتصادی نیست، اگرچه نفت و گاز داره، ولی ایران هیچ گونه تولیدی نداره. اما اونطوری که اتحاد جماهیر شوروی با یک به اصطلاح برنامه‌های خیلی سخت کوشانه تونستن رشد کنن و یک سری از منابع طبیعی رو که داشتن تونستن استفاده بکنن، ولی در مقابل غربی که جامعه دموکراتیکیه، جامعه‌ای که در اونجا به اصطلاح همیشه نوآوری میشه، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ فروش، از لحاظ سرمایه‌گذاری نتونست دوام بیاره و از بین رفت. و در حالی که اتحاد جماهیر شوروی با کشورهایی که اقمار شوروی بودن چیزای بیشتری از جای دیگه میبرد به کشور خودش، تا اینکه ایران معمولاً به جای اینکه مثلا میگن ایران در کشورهای خارج سرمایه‌گذاری میکنه، ایران در کشور خارج برای خرابکاری سرمایه‌گذاری میکنه. اون موقع انتظار داره که جامعه دیگه بیان اونجا در کشور ایران مثلا سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنن. شرایطی که امنیت نه برای مردم ایران هستش، نه امنیت برای خود پول مردمی که تو ایران هستن وجود داره. همین بانک‌ها مسائلشون نشون داد چگونه کشورهای خارجی میان سرمایه‌گذاری میکنن و یا شرکت‌های خارجی میان در ایران سرمایه‌گذاری میکنن وقتی که مطمئن نیستن در ایران به اصطلاح امنیتی وجود داشته باشه. ما در شرایطی در ایران قرار گرفتیم که نه برای مردم امنیت هستش، نه برای مردم منطقه در اون منطقه امنیت هستش، با توجه به سیاستی که رژیم جمهوری اسلامی ایران داره و چیزایی که همینجا یادآوری شدن، و نه اینکه کسی از خارج بخواد در ایران بیاد سرمایه‌گذاری بکنه امنیت داره. در این شرایط خب مردم ایران مسئولن. یعنی در واقع ما باید اینو متوجه باشیم که وقتی دولت ایران میگه ما جنگ رو در خارج کشور انجام میدیم تا داخل ایران که جنگ نشه، خب چه ربطی به ایران داره که در جنگ عراق شرکت بکنه؟ چرا ایران یک کشور شیعی باشه که مثلا مخالف سنیاست، سنیای داخل ایران باشه، سنیای خارج ایران باشه؟ چرا ایران باید یک کشور تک ملیتی بر اساس به اصطلاح یک تفکر خیلی به اصطلاح خورده ناسیونالیستی بی ایجاد بکنه بر اساس شیعیسم، بر اساس اون چیزی که همین اخیراً یکی از این کارمندای اداره فرهنگ ایران گفت، فرهنگ فارسی و فرهنگ ایرانی و هویت اسلامی و هویت ایرانی و هویت اسلامی. مثلا در ایران خب تنها فارسا زندگی نمی‌کنن، در ایران ما بلوچ‌ها، ترک‌ها، کردها، لرها، ترکمن‌ها و بقیه گروه‌های ملی و مذهبی زندگی میکنن که باید این هم جزء هویت ایرانی باشن. و وقتی که ایران نمیتونه خودش رو قبول بکنه، جامعه خودش رو قبول بکنه، خود با جامعه خودش در تضاد میشه و این تضادها رو در خارج هم به وجود آورده و این مسئولیتش به نظر من وقتی که خیلی میگن که به اصطلاح ایران در خارج، و اینو دیدیم هم در همین انتخابات قبلی، دیدیم خیلی از کسایی که قبلا مخالف جمهوری اسلامی بودن، برای سرنگونی جمهوری اسلامی کار میکردن، افتخار میکردن که رفتن برای روحانی رأی بدن و امروز خب باید اونا هم به نظر من باید از مردم ایران معذرت خواهی بکنن و این مسئولیت با خود ما مردمان ایران هستش که باید این رژیم عوض بکنیم و هر جنگی در اون منطقه به وجود میاد ما نمیگیم که ما مثلا ما بیگناه هستیم، این رژیم به ما هم ظلم میکنه. نه، وقتی که این رژیم به اشکال مختلفی در خارج کشور ایرانی میرن بهش رأی میدن، از خارج کشور ایرانی میرن در ایران سرمایه‌گذاری میکنن، در داخل کشور یک تعدادی هم فکر میکنن که مثلا ما نباید این رژیم رو دستکاری بکنیم که چون ایران مثلا تجزیه میشه یا ایران نمیدونم جنگ داخلی میشه. همه اینا مسئولیت دارن در قبال این اتفاقاتی که در سوریه اتفاق میفته، سرکوبایی که در داخل خود ایران میشه، در یمن میشه،
چون انسان‌ها باید مسئولیت خودشون رو قبول بکنن و باید از اونجا حرکت بکنن و این به ما هستش که باید این رژیم رو عوض بکنیم، رژیمی بکنیم که با خود مردم ایران در صلح و سازگارا باشه و همینطور با منطقه و جهان. و در غیر این صورت این رژیم نه تنها امروز شاید در سوریه دخالت میکنه، در جای دیگه دخالت میکنه، مطمئنا یک روزی امکان دخالت کشورهای بزرگتری از خود ایران رو فراهم میکنه که در ایران هم دخالت بکنن و اون روز ببینیم به چه شکلی مردم جوابگو باشن و یا خود دولت جوابگو باشه و یا روشنفکران و تاثیرگذاران فعالان سیاسی ایران جوابگو باشن. بسیار متشکرم از وقتتون. بیش از 1 دقیقه و 20 و چند ثانیه بیشتر استفاده کردید. من 3-4 دقیقه فرصت دارم، میخوام از شماها بخوام خلاصه بفرمایید، هر کدوم در عرض 50 ثانیه یا 40 ثانیه بفرمایید که برای برقراری امنیت چی کار میشه کرد. جناب خلف. من خواهان یک ائتلاف ملی از رنگین کمان ایران هستم برای گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد یک رژیم لاییک، پارلمانتاریسم غیر متمرکز در ایران آینده. بسیار متشکرم. جناب یحیایی. رژیم توانایی اینو داشته باشد که امنیت در داخل کشور ایجاد بکنه. من تنها راه را در این میبینم که ملل ساکن در گستره ایران سرنوشت سیاسی خودشون تعیین بکنن که به این طریق هم امنیت در جامعه حاصل میشه، وجود میاد، هم میتوانند سرنوشت خودشون تعیین بکنن، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی، و امنیت این گونه در کشور جاری میشه و میتوان گفت که کشور به امنیت میرسن. جناب بختیار. قدرت ملی و ثروت ملی و حاکمیت باید بین کلیه ملیت‌ها تقسیم بشه و در یک جامعه دموکرات و فدرال بتونیم همه در کنار همدیگه در رفاه و خوشبختی و آسایش زندگی کنیم. و صحبت پایانی جناب بولیده‌ای. با تشکر. منم خوب در رفتار این هستم که ما همه با همدیگه یک اپوزیسیون قدرتمند، یک اپوزیسیونی که معتقد به حقوق بشر سازمان ملل متحد هستش به وجود بیاریم و در ایران آینده بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی حکومتی درست بکنیم که سکولار باشه، این حکومتی که در مقابل مذهب، دین مردم بی‌طرف باشه و همه رو یکسان و برای اونها آزادی ایجاد بکنه، برای همه ادیان و برای همه گروه‌های مذهبی و گروه‌های فکری و اندیشه. و همینطور یک کشور فدرالی که دولت مرکزی در مقابل زبان و فرهنگ‌ها و تاریخ‌های ملل متفاوت ایران بی‌طرف باشه و بتونه بر اساس نمایندگی این ملل یک حکومت دموکراتیک فدرال به وجود بیاره تا بتونه ایران نه تنها راهنمای خودش باشه بلکه راهنمای منطقه در یک گذار به دموکراسی، رفاه اجتماعی و زندگی خوب و صلح‌آمیز برای هممون باشه. بسیار متشکرم. دوستان، اول برنامه من حدود 70 تا آیا و چرا و سوال پرسیدم. اینها میتونه هر کدوم موضوع یک برنامه باشه. من میدونستم که نمیتونیم به اینها جواب بدیم. ساده فقط تلاش کردم به هزینه‌های اون آیاها بپردازم در داخل و در خارج. امیدواریم در برنامه‌های آینده دیالوگ به اون 70 مورد هر کدوم جداگانه بپردازیم و از کارشناسان مختلف از ملیت‌های مختلف استفاده بکنیم. برای همه شما به اتفاق مهمانان گرامی، برای همه شما بینندگان در هر کجای این کره خاکی هستید، شب و روز خوشی را آرزو می‌کنیم. به امید دیدار شما در شنبه دیگر در دیالوگ دیگر. شب خوش.